شاهنامه خودمون هم به همین ترتیب شکل میگیره، یعنی علاوه بر اینکه یک تحقیق میدانی هست مثل کاری که ابوالفضل بیهقی کرده، غیر از اون یک منبع خیلی بزرگی در اختیار داشته که اون عرض شود که شاهنامه ابومنصوری بوده که این شاهنامه رو یک حکمران سامانی که تمام خراسان بزرگ که افغانستان امروز هم جزوش هست زیر نظر و سلطه خودش داشت و تصمیم میگیره به دلیل علاقه و تعلق خاطری که به فرهنگ و ادب و مدنیت و زبان گذشته کشور خودش داشته اینها رو جمع آوری بکنه، چون میدونست که همونطور که دوستان اینجا گفتن با ورود برادران تازی که مجبوری برادر بگیم بهشون، با ورود برادران تازی اینا داره از بین میره و اگر کسی نباشه که اینها رو جمع آوری بکنه رفته رفته از خاطرها خواهد رفت. این است که میدونست مثل معتزله خبر داشت که اینها بهترین مآخذشون پاکدینان یا بهدینان یا هموطنان اصیل ما زرتشتیان هستند، رفت سراغ بزرگترین موبدانشون و اینها رو از مرو و نیشاپور و خود توس جمع کرد و از اونها خواست که آنچه در حافظه دارن بر قلم بیارن و اینها رو تدوین کنن. اونها هم مدتها در دربار همین ابومنصور محمد پسر عبدالرزاق یعنی حاکم خراسان میمونن، به خوبی هم از اونها پذیرایی میشه و کتابی تدوین میشه و این کتاب به زبان پهلوی هست. بعد این ابومنصور وزیری داشته که او هم زبان پهلوی رو خیلی خوب میدونسته هم زبان فارسی رو، این متن رو یا این دفترهای فراهم آمده رو ترجمه میکنه به زبان فارسی که نام این مترجم و وزیر این حکمران ابومنصور معمری هست. فردوسی از این متن استفاده میکنه. البته متاسفانه این کتاب از بین رفت بعد از اینکه البته خوشبختانه فردوسی ازش استفاده میکنه، ولی مقدمش میمونه که البته مقدمش انقدر نیست که الان در دست تحت عنوان مقدمه شاهنامه ابومنصور. اما فردوسی به همین مقدار اکتفا نمیکنه و همسرش هم چنانکه گفتن یکی از مآخذی بوده که فردوسی از گفته های اون استفاده میکرد. داستان بیژن و منیژه اینطور که گفته میشه از زبان همسر فردوسی هست که فردوسی او رو به نظم در میاره. البته خب آثار دیگه هم بود مثل شاهنامه مسعود مروزی که البته الان 3-4 بیت بیشتر ازش باقی نمونده، ولی اون موقع قطعا تمامیش در اختیار فردوسی بوده. و سروده های دقیقی هست که و اطلاعات میدانی که خود فردوسی جستجو میکنه و از مردم میپرسه، مجموعش این شاهنامه میشه که امروز در دست ماست و چیزی